مقامات مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان راه چارکوه شوراب را که از قلمرو قرقیزستان می‌گذرد باز کردند. توسط این راه که بعد مراجعت پیرانسالان محلی باز شد، صدها ساکنان جماعت چارکوه ناحیه اسفره برای کار به کارخانه انگشت شوراب رفت و آمد می‌کنند. این راه همچنین ساکنان چند دهه قرقیزی از جمله ساکنان سمرقندک را با بادکند و انکلاوهای تاجیکی را در خاک قرقیزستان با اسفره می‌پیوندد. نیم سال پیش یک مناقشه بین ساکنان محلی باعث بسته شدن راه گردید. بعد مدت راه‌ها باز ولی پستگاه‌ها همانا بسته باقی می‌ماند. ماجراهایی که گاهی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سر می‌زند به حل نشده ماندن بحث‌های مرزی میان دو کشور مربوط است. در دوشنبه آمادگی‌ها به مراسم سوگندیادکنی امامعلی رحمان برنده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان جریان دارد. خیابان و شاهراه‌های مرکزی پایتخت که شاهد مراسم خواهند شد تمیزکاری می‌شوند. در برابر این مقامات تدبیرهای امنیتی را شدیدتر کرده راه‌های مرکزی پایتخت را برای حرکت نقلیات می‌بندند. به مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت که در جلسه مشترک هر دو مجلس پارلمان می‌گذرد مهمانان خارجی دعوت نشده‌اند. قرار است در میدان دوستی مرکزی پایتخت با شرکت بیش از 7000 نظامی گشت حربی برپا شود. 22 سال بعد پاشخوری شوروی گروه کارمندان کارخانه نساجی تاجیک از رئیس جمهور درخواست کردند که به خصوصی کردن منزل زیستی آنها که میراث زمان شوروی است اجازت بدهد. این گروه حدوداً 20 نفره در نزد کاخ پرزیدنت جمع شده ادعا کرده است که بعد 40 سال کار در کارخانه نساجی حق خصوصی کردن منزل‌های زمان شوروی را ندارند. کارخانه نساجی تاجیک از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان است که زمان 14000 کارگر داشت، اما پس از فروپاشی شوروی مشکلات مالی امکان نداد که کلیه کارگران را در این کارخانه نگه دارند. هرچند اجازه خصوصی کردن منزل در صلاحیت اداره‌های دیگر است، اما در بین مردم باور رایج شده است که حرف نهایی را در همین گونه بحث رئیس جمهور میگوید. در شهر دوشنبه برخی خانواده‌ها عنعنه تربیه کودکان را در مکتب‌های مخصوص موسیقی احیا کرده فرزندانشان را برای آموزش هنر نوازندگی و آوازخوانی و هم رقص و رسامی روانه می‌کنند. در مکتب هنری به نام محی‌الدین امینزاده دوشنبه که نزدیک 500 شاگرد را گرد آورده است، 18 نوع هنر از جمله نواختن فورتپیانو، گیتار، دایره و رباب و کرنه را درس می‌دهند. اگر آنها در آینده نوازنده هم نشوند، با تفکر آنها این موسیقی تفکر آنها را وسیع می‌گرداند. خبرهای بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم تلفنی همراه شما.